سلام برا بچه، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه. توی این ویدیو میخوایم بهتون یه اتچمنت 117 بدیم و تستش کنیم و همینطوری اتچمنت CBR4 بدیم و توی گیم پلی که توی ویدیو پخش میشه تستش کنیم. خب دیگه لایک و فالو و سابسکرایب فراموش نشه. چنل آپاراتم هم که دارید دیگه، حرف برای گفتن نمیمونه. بریم سراغ ویدیو. خب برای اینجا رفتیم بودم پلتفرم رو لوت کرده بودم و به خاطر اینکه هیچ انمی نبود چون که خیلی دور بود براتون نذاشتم و دیگه فقط لوتش کردم و اومدم اینجا. سولو دبل پلی داده بودم و اومدم که گاندراپ بگیرم توی لانچ بیس و به خاطر همین تا اومدم دو تا انمی اینجا رفتم روم داشتم میدیدمشون. یه نارنجی که انداختم گفتم بذار ماشینشو بزنم. ماشینش که پاکت دیگه خیالم راحت شد، گفتم این دیگه نمیتونه در بره میزنمش. راشش دادم. بعد که رفتم باید ببینید بچه ها، نمیخوام اسپویل کنم. رفتم اینجا اومدم صدای گان لجندشون میومد، صدای تیر گان لجندش میومد، گان لجند M4. بعد یک بکم سری پریدم اینجا با کیلو زدمشون. یه گست اول بازی نوب سگ. بعدم اومدم فینیشرش کنم، یهو یکی پرید پشت سرم زد یارش. بعد اومدم اینجا فکر کردم یارش اینه. این یارو زدم، بات بود هرچند. رفتم یارش نگاه اینجا تو کانکسه بود یارش. من سر تفنگشو دیدم، باگ کالافه دیگه. زدم یارشو و این یکی از لابیایی که توی این مچ فرستاد و دیگه اینا لوت کردم. و بعد من همه صدای ماشین داشتم میشنیدم متاسفانه و گفتم که هیچی، قشنگ دیگه بعد فاتحه خودم بخونم. بعدش شدم که اینجا من گفتم صدا هم ماشین بود، بعدم نه بات بود، به خاطر همین کمپ کردم. و بعدش دیگه موتور اونجا رو برداشتیم و گانو بچه 117 که میخوایم تستش بکنیم. من دوتا انمی که بعدش میان روبرومو با همین 117 کشتم که شما ببینید چقدر قویه. فقط اینجا من این صدای ماشینا رو شنیدم، میخواستم من دنبالشون، گفتم نمیرسم بهشون. موتور رو برداشتم رفتم دنبالشون. بعد اینجا نمیم چرا فکر کنم باگ خورده بودم، وایساده بودم با 117 گرفتم رو ماشینشون یکم دیگه وایساده و پکیده بود. من دیگه دویدم دنبالشون دیگه، گفتم این همینجوری نمیرسم بهشون، به درد نمیخوره. اونا همینطوری میرن میفهمن من پشتشونم، ولی اینجوری کمتر ممکنه بفهمم. اینجا وایسادن یکی یاراش رفت تو لانچ بیس، یکیشون مونده بود. من اینجا پریدم و 117 یکیشون رو زدم. ببین دم مرگ بودم ها، نگاه جونم شده بود 10، یعنی قشنگ تموم بودم. آرمار 150 داشتم میزدم که یکی یاراش عین باتا با کمپ اومد منو بزنه، یعنی حتی یه مثلا موومنتی نزد. منم اومدم اینجا با 117 گرفتم روش. ببینید خدایی ببینید چقدر قویه. تمام همینقدر ایزی انمی رو کیل بگیری، انمی رو بفرستید لابی. بعد از این ویدیو که الان تمام میشه یه ویدیو دیگه براتون گرفتم زن پشت سر همین، یعنی الان پخش میشه و توی این ویدیو و توی اون ویدیو 117. خب برای رفتیم گیم پلی دوم که اینجا CBR4 کشیدم. بعد من اینجا پردم سانتاریوم، یعنی یه چاپر افتاد دنبال من تک یه دبل، اونا رفتن سقف سانتاریوم، من اومدم پایین سری از دستشون در رفتم. بعد اینجا 2 چاپر ریخته بودن سرم، یکیش که آتیش گرفت رفت، این حالا هیچی. یکی هم پایین بود، من فکر کردم این پلیره، گفتم یا اول فقط یه بات الکی بود. سریع اومدم اینجا CBR4 هم کشیدم چون میدونستم اون همه رو جیر میده. گفتم این دیگه همه رو جیر میده راحت میشه. نه که لانگ رنجر لجندم داشتم دیگه، پرکامم خیلی خوب بود دیگه، واسه شاتگانم هم داشتم همین لانگ رنجر. یکی بایدش اسنایپ هم میگه کمپر رو، اینه اصلا کم نداشت. کم چیه؟ شما که پر پلیر نه کمپ واسه شما اصلا کم نمیشناسی. بعدش اینجا همینطور من داشتم نیک مینداختم، گفتم بمیره دیگه. بعد یهو چی شد؟ سگاشو فرست. این
این خودش اومد پشتشم یارش سگاشو فرستاد، یه دبل دیگه هم راش منو دادن. یعنی خیلی گیم پلی سمی بود. اینا اینجا سگا رو فرستاد اون یارش، یه دبل دیگه هم راش منو دادن. اصلا خیلی مسخره بود. اینا یکی اومد اینجا این کسی که من کشتم رو لوت کرد و منو اینجا وایساده بودم. اصلا الان این کسی که میاد و میشه پای صخره به افق خیره میشه، اصلا این یارو اصلا نفهمیده اون من اینجا. منم اشتباه کردم هیپ فایر گرفتم روش. ای با این بود خیلی سریعتر مرده بود. اینجا بچه ها دوربین گرفت، ببینید. اوکی برابر سابسکرایب و لایک و فالو تو هموش نشه. تا یه ویدیو دیگه خدافظ.